وقتی که بیمانی جنگ ها از طرف نهضتیان سر شد، من رئیس جماعت عده می بردم که بین دهه اینترنشنال چکالب من نهضتیان دو کس در دستش سلاح بود، یکتش ملا حمدالله، یکتش نمیشناسم، پیش من گرفتم، از ماشین من برآورده، ماشین ویلیس نمرش 7410 بود، همین بشنونده در قشلاق اینترنشنال یک شیپون با آوردیان که در همین شیپون هم نهضتیان تقریبا از 30 تایان زیادتر بود، همه سلاح دار تپه تیار بود یگان واقعه کردن. من همینجا ترسید، گفته آب دادیان، دست ما همینجا بستیان و بعد باشیم بس باگاژ با ماندن راه های همین کج کلید خطی قرغان تپه مسجد سید اشرف آمدیم، شهر قرغان تپه و مسجد سید اشرف همین مسجد نهضتیان بود، همین مرکز همین ها بود که همینجا آدم بسیار از قریب 300 آدم بود، اینجا بی‌تهرها آمده بود، دیگر ماشین های بسیار بود، مردم بسیار بود. همینجا رهبرش عزیز خوشک همین رهبری میکردیان که من همینجا آوردیم، با پرسش کردیم، او من مسخره کردیم، همه خیلی بگاهی شدم. پس من طرف دوشنبه بردیان زدیان، مثلا تمام همین کورت‌های من خون شدم. بعد که گپ‌های ویا نگرفتم، گفت که تلویزیون دا برآمد میکنه، مردمی کلابا دشنام میتی، طرف ماده میشوی، همه خیلی من یگان گپ ویها را نگرفتم. بعد همین ملا حمدالله نهضت اسلام همین کماندرش آمده گفت که رئیس تو دیگر آدم نمیشوی، خاطر تو را پدوال میبرد. من در پدوال بردم، پس همینجا با دفراسه سر کردیم که باز زدن. من نیمکلا چاپ شدم مانده بودم، همینجا دولت عثمان من آخری کردم. دولت عثمان آمده من گفت که تو دیپوتات بودی، تو اینجا در کار نیستی، گفته آخر من بیرون برآوردیان که ویها من بردگی آدم همین با رهبری ملا حمدالله همین نهضت اسلام کماندرش ریشدار گفت که اینا کی جواب داد؟ اینا داملای کلان جواب داد. بعد ما را یه ماشین با باز سوار کرده، بخیال ما را پراندانه بودیم که در همین شهر نوبتدارها بوده است. 1992 دهم می در شهر پران شد، همین پران خط من ویها آزاد کردیان.